سلام به همه شما. خوشحالم که توی این دوره آموزش فتوشاپ کنار شما هستم. من ماهدم لیسانس نقشه‌کشی معماری دانشکده شریعتی تهران دارم و خوشبختانه تونستم نفر اول ورودی مقطع لیسانس باشم. از همون دوران دبیرستانم همیشه سعی می‌کردم توی حوزه‌های مختلف کار کنم و تجربه‌های متنوعی به دست بیارم. این مسیر باعث شد که با نرم افزارهای زیادی کار کنم، مخصوصا نرم افزارهای مادرن مثل رویت، مثل اتوکد و فتوشاپ که برای هر کسی که توی رشته‌های طراحی و معماری فعالیت میکنه ابزارهای اساسی محسوب میشن. این دوره فتوشاپ رو طراحی کردم تا به شما کمک کنه پرزنت‌های تمیز، مینیمال و حرفه‌ای بسازید. اگه دانشجوی معماری هستید یا قصد دارید پروژه‌هاتون رو به شکل جذاب و دقیق ارائه بدید، این دوره دقیقاً برای شماست. مهمترین نکته اینه که برای شروع این دوره هیچ پیش‌زمینه‌ای نیاز ندارید. همه چیز رو از پای یاد میگیریم. اما چیزی که این دوره رو خاص‌تر میکنه اینه که قرار هوش مصنوعی فتوشاپ و ابزارهایی که از هوش مصنوعی برای بهتر و سریع‌تر کردن کارمون استفاده میکنن رو هم یاد بگیریم. علاوه بر اون توی طول دوره میانبرها و ترفندهای کاربردی رو هم میگم که کارتون رو حرفه‌ای‌تر و سریع‌تر پیش ببرید. برای همراهی با این دوره فقط یک کامپیوتر نرم افزار فتوشاپ نیاز دارید. اگر نسخه 30 یا 2020 به بعد رو نصب دارید که عالیه. اگر هم نصب نکردید اصلا نگران نباشید. توی جلسه بعدی راهنمایی کامل نصب فتوشاپ رو ارائه میدم و مطمئن میشیم که همه چیز آماده شروعه. توی این دوره هر جلسه یه بخش مهم از فتوشاپ رو با همدیگه یاد میگیریم و تمرین‌های عملی انجام میدیم. هدف من اینه که یادگیری براتون ساده و کاربردی و جذاب باشه. علاوه بر کار با ابزارهای اصلی، با هوش مصنوعی‌های مرتبط هم آشنا میشید که کارتون رو سریع‌تر و خلاقانه‌تر میکنه. پس یادتون باشه که تمرین کردن مهمترین بخش مسیر یادگیریه و تمرین مادر تمام مهارت هاست. از اینکه جلسه اول همراه من بودین خیلی خوشحالم. توی جلسه بعدی قرار نصب فتوشاپ رو کامل یاد بگیریم و اولین نگاه رو به هوش مصنوعی فتوشاپ بندازیم. اگه سوالی دارید حتما بپرسید. من اینجام که کمکتون کنم تا با اعتماد به نفس مهارت‌های فتوشاپ رو یاد بگیرید. منتظرتون هستم توی جلسه بعدی.